مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که روز 12 مای سال 2022 ساعت 15:27 به وقت محلی در تاجیکستان و ازبکستان زمین لرزه سخت روی داد. بنا به خبرها زمین در عمق 10 کیلومتر لرزیده. شدت زمین لرزه در مرکزش 26 کیلومتری جنوب و غربی شهر بویسون، مرکز نویه بویسون ولایت سرخندریای ازبکستان، طبق جدول ریختر 5.4 بال را تشکیل داده است. ولی چگونه لرزیدن زمین را ساکنان در بسیاری از شهرهای تاجیکستان نیز احساس کردند؟ درباره کدام تلفات و خسارات بر اثر این آفت طبیعی تا حال گزارش نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شد.